سلام. بابت این وقفه طولانی که تو کارمون افتاد عذرخواهی میکنیم. ما ادمین نداریم، از این داستانا نداریم، خودمون خود ساخته ایم، همه کارامون رو خودمون میکنیم. به خاطر همین این مدت خیلی شلوغ بودیم و نتونستیم تولید محتوا کنیم. امروز میخوایم راجع به قرارداد معاوضه صحبت کنیم. من قبلا تو پستای قبلی راجع به تفاوت معاوضه و تعادل صحبت کردیم. همچنین متنی که باید تو قراردادهای معاوضه بنویسیم و گذاشتیم، فکر کنم 17-18 تا پست قبلی. خیلی مسئله مهمیه دوستان، اینو خواهشاً دقت کنین که ما قراردادهای معاوضمون باید توی یک قرارداد تنظیم بشه و اصلا تحت هیچ شرایطی اجازه ندیم که دوتا قرارداد مجزا برای شما بنویسن. ما میخوایم یه ملک بزرگتری بدیم به ارزش مثلا 20 میلیارد. طرف خریداری که میخواد ملک از ما بخره میاد مثلا به ارزش 10 تومنش میخواد یه ملکی به ما بده، ما به این تفاوتشو پول بده. باید توی یک قرارداد حتما تنظیم بشه و بنویسیم که مبلغ 10 تومنش با چنین ملکی به پلاک ثبتی فلان، آدرس فلان و مشخصات دقیقش معاوضه شد و ما به این تفاوتش که قرار نقدی پرداخت بشه مراحل مختلف طی اون مراحل پرداخت میشه. چرا این حرفو میزنیم؟ به خاطر اینکه نسبت به اون بخشی که معاوضه شده با اون ملک احکام معاوضه جاری میشه و نسبت به اون بخشی که نقدی پرداخت میشه احکام بی جاری میشه. به هر دلیلی اون قرارداد شما باطل بشه، اصل عوضین مسترد میشه و نسبت به اون بخشی که نقدی پرداخت شده به نرخ روز املاک مشابه محاسبه میشه. ولی وقتی شما میایین دو تا قرارداد مجزا مینویسین، توی یک قرارداد فروشنده این و توی قرارداد بعدی خریدارید، به هر دلیلی یکی از قرارداداتون فسخ بشه، اون یه قرارداد به قوت خودش باقیه و دیگه نمیتونید اون ملک رو پس بگیرین. به خاطر همین خیلی تاکید میکنیم خواهشاً قراردادهای معاوضه رو حتما توی یه قرارداد بنویسید. همکار عزیز، به خاطر اینکه دو تا کمیسیون مجزا بگیری، یه خرید یه فروش، دو تا قرارداد تنظیم نکن. خواهشاً یک قرارداد تنظیم کن و اونم قرارداد معاوضه است. ممنون.